ننگ نیست بر کشورهای اسلامی، بر حکومتهای کشورهای اسلامی که اسرائیل بیاید و فلسطینی ها را اونطور کند، در لبنان اون جنایت ها را بکند و 1 میلیارد جمعیت مسلمین بشینن تماشاچی باشند. از چی میترسن اینها؟ چرا باید اینقدر بی‌عرضه باشن؟ شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست. نفت شریان حیات اینهاست. اگر 10 روز نفت را به روی اونها ببندند خاضع میشن اونها. در عین حالی که این شریان در دست حکومت‌های به اصطلاح اسلامی است، در عین حال تقدیم میکنند و التماس هم میکنند. این مصیبت نیست؟ برای مسلمین این مصیبت نیست؟